میدونین که هیچ کس به اندازه ما، به اندازه خودمون ما رو تنبیه نمیکنه. این تو یه فول تایم کورت، یه دادگاهیه که تمام مدت اینجا فعاله. بعد یه قاضی بیرحم هم اونجا نشسته، خسته هم نمیشه، یه چوب دستشه و یه بخش از ذهن این کارو میکنه دیگه. دائم ایراد میگیره، سرزنش میکنه، تنبیه میکنه، ناراضیه، همیشه ناراضیه، همیشه از آن چه اکنون هست ناراضیه. چون میدونید که سرمایه اصلی شما در این زندگی چیه دیگه؟ خودتون هستین، خود شما هستین، خودتون هستین و این رو به هیچ قیمتی نباید فدا کنین، فدای هیچ چیز دیگری، هیچ چیز دیگری. اول وجود، دوم سجود. حتی برای پیشرفت آگاهی اول وجود، اول شما باید وجود داشته باشید، اول شما باید باشید. شما نباشید هیچ معنی نمیده اصلا. پیشرفت، تکامل، آگاهی، ذهن، فلان هیچ معنی نمیده. اینا تا وقتی معنی میده که هستین شما.